در اینترنت ویدیوی سوختار در مهمانخانه پارلمانت در شهر خوجند نشر شد. گفته می شود که سوختار روز 16 فوریه ساعت 15:50 سر زده است، ولی دامنه آن بزرگ نبود و همگی دو ماشین سوختار نشانی توانستند آن را زود خاموش کنند. مساحت سوختار یگان 18 متر مربع بود. گفتم به خبرگزاری سپوتنیک در خدمات سوختار نشانی ولایت سوخت سبب حادثه را باید گروه کره تحقیق کند، ولی بنا به فرضیه مقدماتی سبب سوختار می توانست دستگاه‌های موسیقی در کاوه‌خانه نزد مهمانخانه پارلمانت باشد. مجمع مهمانخانه بین المللی پارلمانت عبارت از 4 آشیانه و تاخانه 29 مارس سال 2018 در حضور پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان به استفاده داده شد. این مهمانخانه در میدان 1 هکتار در کوچه سیردریا در ساحل دریا قامت افروخته است. لایحه مهمانخانه مذکور از جانب جمعیت دارای مسئولیتش محدود شهرآفر تهیه شده. پیمانکار آن کوپراتیو تجارتی پیروز بود. مهمانخانه پارلمانت دارای 29 حجره از جمله 6 حجره درجه عالی دیلوکس، 15 حجره عالی لوکس و 8 حجره استانداردی با 106 جای می باشد. خدمات مطبوعات پرزیدنت آن وقت خبر داد که انشاءات مذکور از جانب صاحبکار وطنی با جلب سرمایه تاجیکستان، جمهوری مردمی چین و قرقیزستان در مدت 5 سال بنیاد کرده شده است. اما منابع آگاه میگویند صاحب اساسی پارلمانت داماد سروزیر تاجیکستان قاخی رسولزاده است. درباره او همین قدر معلوم است که پیش آوازخوان بود و همراه جانبک مرادوف در گروه بالا و وزیر هنرنمایی میکرد. در اول سال جاری در خوجند کاوه‌خانه مشهور نسیم بهار و در دوشنبه طربخانه نیز خیلی مشهور یکسرای دچار سوختار شده بودند. قرار است یکسرای الکی در اول ماه مارس سال جاری با دیزاین و آرایش کاملا دیگر از نو به فعالیت خود سر کند.